وقتی که خیلی مرگ بالای شما میاد، ببینید که الله سبحانه و تعالی خیلی میفرماید چقدر زیبا برای انسانی که همه چیزا به فردا را میگذاره. الله میفرماید که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. میگه هر وقتی که بالای شما مرگ میآید، شما میگوین که پروردگارا مرا باز بر بگردان به دنیا تا اینکه من عمل صالح کنم. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها. الله میگه هرگز شما بر نمیگردین، این کلمه ها را شما میگفتین. یعنی ما این روز هر عملی که باشه میگیم فردا میکنیم، فردا میگیم، فردا میکنیم، اما متاسفانه به فردا نمیزنیم. بعضی حالات میشه یک خرد اوای میخیرش هم او میگیرته هم تقتی ان لله و انا الیه راجعون، یا اینکه به صدمه دچار میشه، یا اینکه غلفت میترسه، یا اینکه خبری ناخوش میفهمی همون لحظه و زمان هلاک میشه. یعنی هر وقتی که بالای شما مرگ آمد دیگه او وقت یگان کار کردن نمیتونین، چون که الله میفرماید کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده ای مرگ است، چی زنه چی مرد، چی انسان چی جین. لوبای انسان لوبای جین از دنیا رحلت میکنن، میبرن میرن. از همون خاطر باید ما و شما تیارگی ببینیم، چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید که وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. شما میگن نمیدونین که فردا چیکار میکنین، به چه عمل ها مشغول میباشین، و نمیدونین که در کجا از دنیا رحلت میکنین و میگذرین. یعنی مرگ بالای شما میاد. بعضی حالات میشه که بعضی برادرها در امریکا میمرن، بعضیش در گرمانیا، بعضیش در فرانسه، بعضیش گفتی که در ایتالیا، بعضیش گفتی که در سعودی، دبی، عمان، خلاص که در لوبای شهر کنج دنیا که خودمان مشاهده محال هستیم. اما برادرها چکو داشتن پلان داشتن که کار کنیم در خارجه، بیاییم به وطن نزدی خیش اقربا. با همون خاطر خطانه هلاک نکنین، از عبادت الله محروم نکنین خطانه، به خاطر که یگانه چیزی که با همراه ما و شما میروه این اعمال صالحه. نماز خواندی، ذکر کردی، زکات دادی، قرآن خواندی، نماز نافله خواندی، دستی خیر کردی، یک کس گفتی که با کمک کردی، یک کس کم بیزاعت گفتی که با خانه خدا راهی کرد، چه اعمال صالح کردی همونها با همراه تو هستند و دیگه هر آن چیزی که باقی مان و باقی میمونه. از هم خاطر فرصت عین حال دهه آخره، دهه آخر رمضان باید ما و شما با عبادت مشغول باشیم، با عبادت مصرفش کنیم، با نمازخوانی، با ذکر، با عبادت، با نماز نافله، با تسبیح، با تلاوت قرآن. یعنی همین کارها را باید ما و شما پی در پی دوام بدیم. خدا نگهبانتون باشه. برای یار رفیقا با دوستا روان بکنید که کسی که میگه فردا من شروع میکنم نمازخوانی که روزگیری را، این حال برای هر یک جوان مرد فرصت شانس از جانب الله که این رمضان هم زنده ماندین با عبادت باشین. خدا نگهبان باشه. السلام علیکم.